دخترچه 2 ساله یک اویلای زودگان تاجیکستان شام 13 دکامبر سال 2023 در شهر پریازیورسک ولایت لنینگراد روسیه بر اثر یک حادثه ناخوش جان داده است. نشریه‌های محلی از جمله فانتانگ خبر دادند که فوجیه در یک منزل در کوچه کلین وقتی رخ داد که این کودک همراه برادر 3 سالش بازی میکرد. وقتی بازی کودکان تنبایی که در بالایش تلویزیون بود همراه تلویزیون به بالای سر دخترچه چپه شده است. بنا به اطلاع پیتر تیوی کودک در جای حادثه به هلاکت رسیده است. درباره آسیب دیدن یا ندیدن پسرچه این خاندان در خبرها چیزی گفته نشده است. جسد دخترچه هلاک شده را برای تشخیص به مرگ بردند. تفتیش حادثه ادامه دارد. عائله‌ای که دخترشان به چنین صورت فاجعه‌ای غارمرگ شد عائله پوره و سالم به شمار می رفت و در قید بخش نابالغان قرار نداشت. هر دو کودک این خاندان شهروند روسیه بودند و به باغچه کودکان می رفتند. مادر آنها که همگی 23 سال دارد در اداره کمونالی به حیث دورنیک کار میکرد. پدر کودکان رسما جای کار نداشت. پروینسیا رو خبر داد که دخترچه هلاک شده در تاجیکستان به دنیا آمده بود ولی 1 سال پیش صاحب شهروندی روسیه شد. بنا به اطلاع نشریه کانال 47 سال 2022 این دخترچه همراه برادرش و مادر 23 سالش یک جای شهروندی گرفتند. فانتانگ می نویسد که 2 روز قبل همین طور در شهر پترزبورگ تلویزیون بالای سر یک کودک چپه شده بود ولی در آن مورد خوشبختانه کودک آسیب جدی ندید و او را حتی در بیمارستان بستری نکردند. هر سال در روسیه 10,000 نفر از زادگان تاجیکستان به علتهای گوناگون به زندگی پدرود میگویند. حادثه های ناخوش در جای کار و جای زیست یک علت عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه شمرده می شود.